در صحن بینای سازمان ملل متحد در وین همچون نمونه عبرت مجسمه 4 دانشمند بزرگ تاجیک فارس گذاشته شده است. مجسمه 4 دانشمند بزرگ تاجیک ابوعلی ابن سینا، عمر خیام، ابوریحان بیرونی و زکریای رازی گذاشته شده است. در طول تاریخ این 4 دانشمند در رشد علم در تمام جهان نقشی مهم بازیدند. آنها در علم‌های گوناگون انقلاب به وجود آورده نام خود را در تاریخ انسانیت جاودانی نمودند. ابوعلی ابن سینا، طبیب، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان و طبیعت شناس. ابوعلی ابن سینا که در غرب با نام اویتسن معروف است، 16 آگوست سال 980 در شهر افشانه بخارا تولد شده، 18 ایون سال 1037 در همدان وفات کرده است. همچنین به حیث طبیب در دربار امیران سامانی خدمت کرده، یک مدت در همدان وزیر بود. همگی بیش از 450 اثر در 29 ساحه علم نوشته است که از آنها تا به امروز 74 تاش آمده رسیدند. او یک از فیلسوفان و عالمان معروف و برجسته جهان اسلامی عصر میانگی بود. ابوریحان بیرونی، عالم، ریاضیدان، ستاره شناس، آنتروپولوگ، هندشناس و تاریخ شناس. ابوریحان بیرونی 4 اکتبر سال 973 در شهر کیت خوارزم تولد شده است. او عالم، دانشمند، متفکر و اینچنین مؤلف اثرهای بزرگ تاریخی، جغرافی، فیلولوژی، ستاره‌شناسی، ریاضی، مکانیک، گئودزیا، معدنشناسی، داروشناسی، گیولوژی و غیره ها بود. بیرونی قریب که همه علم‌های زمانی خود را می‌دانست. زکریای رازی، طبیب، فیلسوف، کیمیاشناس و اولین اختراعکار اسپریت در جهان بودند. زکریای رازی تقریباً سال 925 در شهر ری نزدیکی تهران تولد شده است. او عالم، دانشمند، طبیب، کیمیاشناس و فیلسوف بود. اکثر اثرهای رازی بعدتر به زبان لاتینی ترجمه شده، میان طبیبان و کیمیاشناسان اروپای غربی معروفیت پیدا کردند. عمر خیام، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر. عمر خیام 18 می سال 1048 در نیشاپور خراسان تولد شده. 4 دکبر سال 1131 در زادگاهش وفات کرد. او فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر تاجیک بود. در علم الگبر با اساس گذاشتن تصنیف معادله‌های مرکب و حل آنها با یاری برش‌های کانوس شکل سهم گذاشته است. در تمام جهان همچون فیلسوف و شاعر برجسته معروف است. عمر خیام همچنین چون اساسگذار یکی از دقیق‌ترین تقویم‌های که امروز استفاده می‌شوند مشهور می‌باشد. تاجیک در ظرف تاریخ 6000 سالش یک قطار عالم و فضلا و دانشمندانی بزرگ به خود و جهانیان میراث گذاشته است که این فخر تاجیکان و جهانیان است.